به نام آفریدگار بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان. امیدوارم حالتون خوب باشه. یه خاطره براتون تعریف میکنم که برمیگرده به حرفی که بعدا میخوام براتون بزنم. یادم یه زیباجو اومده بود کلینیک، یه کار کوچیک رو صورتش انجام داده بودیم. بعد حالا ما گفتیم مثلا این 3 تا کار رو تو 48 ساعت آینده انجام نده. صورت رو با آب گرم نشور، به سقف نخواب، به یه طرف نخواب، از اینجور چیزها. من یادم میاد که ایشون 48 روز تماس میگرفت، روزی 2-3 بار و هر روز یه نکته این بود. مثلا میگفت من الان رفتم زیر دوش آب، بعد آب 60 درجه باشه و 50 درجه باشه. خیلی یه جواب میدادیم به هر حال بهش. باز میگفت که آقا من لیوان آب برشون این الان با سمت چپ لبم بخورم و سمت راست لبم بخورم. خب مثلا حالا یه جواب میدادیم. 48 روز این کارو میکرد. بعد از آخر بهش زنگ زدم خانم محترم تو رو خدا برو رو تنظیمات کارخونه، برگرد به حالت قبل، برگرد به روال عادی زندگی. حالا چرا اینو گفتم؟ میخوام اینو بگم که یه اتفاقی افتاده. من میخوام مردم بگم تو رو خدا برگرد رو تنظیمات کارخونه‌تون. آقا هر کسی رفته یه چیزی از روانشناسی خونده، یه برچسبی به خودش میزنه، اصلا ترسناک شده. 4 تا نظریه طرف رفته خونده، برای خودش روانشناسه، از فروید صحبت میکنه، از نظریه رفتاری صحبت میکنه، نظریه شناختی CBT کار کردن. چی دارین میگین شما؟ بعد اینها میان جلسات مشاوره صحبت میکنه. بعد میگه آقا دکتر ببخشید من الان تو محله مقعدی ام یا تو محله دهانی گیر کردم یا تو محله آلتی ام. چی داری میگی؟ طرف میاد آقا دکتر من یه جا خوندم میدونم که رنج برای من خوبه، من باید رنجمو بکشم تا قوی بشم. کی اینو به تو گفته؟ آقا من اینو فلان جا تو فلان کتاب خوندم. خب کیه طرف؟ اصلا طرف یه روانشناس نیست. اصلا روانشناسی چنین چیزی رو به تو نمیگه. روانشناسی ببینید چه اتفاق، من این مورد بهتون میگم که ببینید چه اتفاقی میفته. در نظریه روانشناسی گشتالت یه قسمتی داره که ما اونجا چیکار میکنیم. مثلا طرف یه شکست عشقی خورده در 5 سال 10 سال قبل، پدرش 20 سال قبل مرده، یا کسب و کارش پارسال ورشکست کرده. حالا اینجا چیکار میکنه؟ وقتی میاد اونم پیش یه متخصص، ما در یک شرایط خاصی میام اون لحظه رو براش فراخوان میکنیم و چی میگیم؟ و میگیم تو این رنجت فعلا بمون، رو این مسئلت بمون. چرا این کارو میکنیم؟ چون میخوام احساسات و افکاری که در اون لحظه داشته رو فراخوان کنیم تا بتونیم اون افکار احساسات رو چیکار کنیم؟ درستش کنیم. شاید یه باورهای غلطی توش بوده، شاید یه احساسای غلطی بوده، شاید نتونسته خوب تصمیم بگیره. این کارو میکنیم که از رنج‌های آتی جلوگیری کنیم. طرف 20 سال مزمن داره از اینکه نتونسته آخرین حرفشو به برادر مرحومش بزنه داره رنج میکشه. ما اینو فراخوان میکنیم، آره رنج میکشه اون جلسه، ولی یه بار برای همیشه قرار مسئله رو حل کنیم. بعد حالا روانشناسای ضرب میان اینو چیکار میکنن؟ میگن آقا رنج بکش تو قوی بشه. کی اینو به شما گفته آخه؟ مگه انسان از آهنه؟ انسان دیگه گوشته. کی گفته ما باید تو این سیاره زهج بکشیم، رنج بکشیم؟ رنج مقدس. آقا اوشو گفته رنج مقدس. من به اوشو کار ندارم. آقای اوشو تو زمینه و تو یک بستر خاص خودش به این نتیجه رسیده و درست هم هست، ولی نه برای همه. ببینید دوستان، نظریه های روانشناسی، تزهای روانشناسی در واقع جعبه ابزار هست. جعبه ابزار داشته باشین قطعا میکانی نخواهید بود. شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. مگه هر کی جعبه ابزار داره میکانیک هم هست؟ روانشناسی با پزشکی فرق میکنه. شما توی پزشکی برای سرماخوردگی علائم خاصی دارین، همه علائمو میگیرن. یعنی شما اون فردی که تو آمریکا سرما با این فردی که تو ایران سرما، اون فردی که تو هندوستان سرما میخورن، همشون یه علائم خاصی دارن، داروشون هم مشخص شده و تعریف شده است. اما تو روانشناسی این راحتی نیست. ما به تعداد انسان‌های روی این سیاره آدم افسرده داریم که هر کدوم از اینها علل افسردگیشون یه چیزه. یکی یک کتاب خونده افسرده شده، یکی با پدرش دعوا کرده افسرده شده، یکی بیماری کرونا گرفته بعد کرونا خودش نمیدونه چرا افسردگی گرفته، یکی رفته ورزش کرده شکست خورده افسردگی گرفته. بی نهایت علل داریم و ممکنه اگر 10 نفر توی سیاره پیدا کنیم که پدرشون فوت کردن و افسردگی گرفته، همین 10 نفر با هم فرق میکنن. یکی میگه من آخرین جمله رو پدرم نگفتم، یکی میگه اصلا من باعث مرگ پدرم شدم،
یکی میگه اگر من پول می‌داشتم شاید پدرمو نجات دادم. همون 10 نفر باز یک رویکرد تفکر متفاوتی دارن. میدونید من مراجعان میان قبل از اینکه بیان پیش مشاور رفتن یک کتاب خوندن، بعد دیگه اینا الان احساس میکنن روانشناسن خودشون، بس اینجوری میکنه روانشناس که چیزی به تو نمیگه. آره خیلی از روانشناسا شاید اینجوری باشن، راست میگه چیزی به تو نمیگن، ولی روانشناس قرار نیست که معلم تو باشه به تو درس بده. روانشناس یک دیتکتوره، یک کاشفه، یه میکانیکه، اون میدونه کجا مشکل داره. حالا اون نظریه، اون تستایی که تو رفتی توی سایت ها برای خودت زدی، خودتو تحلیل کردی، اینا جعبه ابزاره. آره این ابزاره شاید به کارش بیاد. مشاوره ترکیبی از هنر و علم. علم همون جعبه ابزار شماست و اینکه چجوری باز کنی. هنر یه چیزی دیگه است. باور بفرمایید خیلی از افرادی که میان جای من و رفتن خودشون روانشناسی خوندن اصلا درمان نمیشن، چون شدیداً مقاومت میکنن. فقط تنها کاری که میکنن اینه که میگن که آره این مطلب اون نظریه اینجوری گفته، این روانشناسی اینجوری گفته، پس این روانشناسی مشکل داره، به درد نمیخوره. و همین راحتی، همین کشف. تو کشورهای دیگه اصولشون اینه که آقا از 40 سالگی به قبل اصلا کسی اجازه نداره روانشناس، چون روانشناس باید پوی از تجربه باشه، خودش درگیر باشه، مسئله داشته باشه، با مسائل درگیر شده باشه. مشاور اون پیر قبیله که مراد قبیله است، که شیخ بزرگ قبیله است که مسائل مردم رو حل می‌کرده، پوی از تجربه، درست علم نداشته ولی هنر رو داشته. این قصه از تو رو خدا برگردیم به تنظیمات کارخونه. تو این کتاب‌های روانشناسی زرد و اصلا کلا کتاب روانشناسی شما لزومی نداره بخونید. شما نظریات روانشناسی رو می‌خونید و احساس می‌کنید خب بالاخره شما روانشناس شدید. خب اگر روانشناس می‌شدید که همه مشکلات زندگیمون رو با همون 4 تا نظریه حل می‌کردیم. طرف رفته لیسانس روانشناسی گرفته و یک ادعاهایی می‌کنه که من الان توی 15 16 سال مشاوره دادن اصلا جرئت ندارم که ادعایی بکنم. مشاوره دادن واقعا کار سختیه و به نظر من اگر شما بستر مناسب روانشناسی ندارین، به هیچ عنوان هر تجویزی رو به دیگران نکنید، عمه درمانی نکنید. من تو فلان کتاب خوندم، فلانی تو فلان پیج گفت، فلانی تو، نکنید اینها رو به دیگران نگید، برای خودتون هم اعمال نکنید. ببین توی مشاوره تو روانشناسی حتما باید مراد یا متخصص همراه باشه. شما نمیتونی هر کاری بکنید. صدمه میزنی به خودت. میری یه باوری رو 10 سال میری، بعد میفهمی بعد 10 سال این باور اشتباه بوده. بعد اونجا کی میخواد غرامت تو رو پرداخت کنه؟ من نمیگم مشاور حتما باید متخصص باشه، ولی شما یک آدم کاربلد خیلی میتونه راهنمایی بده توی کسب و کار. مثلا خود من که الان مشاورم، روانشناسم، خب اگر بخوام یک کسب و کار راه بندازم، باید برم با کسی که کسب و کار داره، باید برم با اون کاربلد مشورت کنم، مشورت بگیرم. فقط چیزی که میدونم تو رو خدا برگردین به تنظیمات کارخونه و خودتون عادی زندگی کنین، اینقدر به خودتون برچسب ندارین. خانم اومده میگه ببخشید آقای دکتر حرف میزنن، من الان به نظر شما بایپولارم یا بوردرلاینم یا پارانویدم. چی اینا داره به خودتون میگین برچسب میزنین؟ همه انسان ها به طور طبیعی ممکنه یکم بوردرلاین باشن، ممکنه بایپولار باشن. آقا یه جا حالشون خوبه، یه جا آقا مودشون میاد پایین، یه جا مودشون میره بالا. به طور طبیعی هست، برای همه هست. طرف رفته مطلب خونده مثلا در مورد شخصیت پارانوئید، بعد دچار سندروم انترنی شده، گفته خب پس همه امراض داخل من هست، من الان پارانوئیدم. آقا مثلا کسایی که میرن برای علم پزشکی، بعد وقتی کتابای پزشکی رو میخونن همه علائم تو خودشون میبینن، بعد معروف به سندروم انترنی. شاد و پیروز باشید، موفق باشید، خدا یار و نگهدار.